و بیشوری همدیگر رسیده میرای اخی غسل میکنی، برای مسلمان غسل فرضه. بعد که اومدی تنبلی نکنی، خطی زنک هر در رکعت نماز بخونه، شکرگزاری پروردگار کنه. بعد نمازی که در دل شب ادا میشود در قسمت آخر شب دعا مستجابه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه این سریع ترین دعا است که پیش خدای تعالی اجابت میشود. از خداوند طلب فرزند کنه، طلب زندگی خوب و خوش کنه، ان شاء الله پروردگار به مرادات میرسه. شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و نشهد ان محمدا عبده و رسوله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا از نام حضار محترم، از نام عزیزایی که در این محفل که شرکت دارند، برادرمان حاجی محمد یوسف به خاطر توی ازدواج فرزندشون عمر جان تبریک و تهنیت میگوییم. ثانیاً برای عمر جان و برای او دختری که انتخاب کرده است بهترین تمنیات از درگاه خداوند رب العزت تمنا میکنیم که خداوند بخت اقبالشون بده، از جمیع بلا و گزندها حفظشون کنه، خداوند بینشون الفت و مودت و محبت اسلامی و واقعی را برقرار سازد. حاصل این نکاح خداوند براشون فرزندای خوب و صالح و عالم و قاری و محب عطا فرماید. و برادرایی را که در این مجلس خیر شرکت دارند ان شاء الله تبریک و تهنیت میگوییم، زیرا ما و شما الحمدلله در یک محفل سنتی شرکت داریم. رسول گرامی صلی الله علیه و سلم نکاح به خودش نسبت داده است تا به حدی که تأکید میکند النکاح سنتی فمن لم یعمل بالسنة فلیس منی. نکاح سنتی من است، کسی به سنت من عمل نمیکنه از ما نیست. از این لحاظ نکاح اینقدر درجه و منزلت داره که خاصتا نزد احناف، نزد پیروای مذهب امام اعظم ابو حنیفه، از طاعات عبادات نافله دیده شرکت کردن در محفل نکاح کردن اجر ثواب بیشتر و زیادتر داره. سبحان الله. و شعبچه بارم الحمدلله یک جوانمردی بنوری متقی و از همین چهرهش دیده می شود تقواشه، ببینه که سنت ترک نکرده است. خداوند جمیع مراد و مقصوداش حاصل بگردونه. اینا ببینه خدا راستی با باباش هم شناخته، همسایه من بودن، اما بابای شادی بیگ علیه رحمه همه جوان مردای با غیرت جسور بود، اما در زمانهای جوانیش حتی پیشوای بچه ها بود، یوشورا مقصد که انا چی بگیم کماندیر شو بود. بعضی همون جنگ نیزاهایی که میشید و دورو زیاد بودن همی کارو، خصوصا بروسایی که در منطقه 91 دیگر جا زندگی میکردن، هم تری رزموروی که میشید همیشه ای مقصد که هم پریدوادی تیل بود، پیش بود. بسیار جوانی مقصد که با غیرت و با محبت در اسلام بود. خداوند رحمت و مغفرتش کنه. انشاءالله این اعمالا نزدش عرض کرده می شود در عالم برزخ. یقین داریم که انشاءالله روح شاداب میگرده از این فرزندش یوسف بی که امروز طبق سنت دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم محفل نکاحی فرزندش برگزار کرده ایستاده است. و شعبچه را در حقش دعا میکنیم، طلب و تمنای دعا داریم از این. انشاءالله در این حالت دعای شه اجابت میشود. وقتی که حضرت عبدالله ابن مسعود میگه ازدواج میکرد رسول خدا صلی الله علیه و سلم یا ابن ام عبد سل تعطه، یا گفت ابن مسعود، حضرت ابن مسعود ابن ام عبد میگفت، مادرش ام عبد میگن، همین به همین تخلص معروفه مادرش. گفت سوال که از خدا طلب که اگر هر طلب کردی خدای تعالی اجابتش میکنه. و حضرت عبدالله ابن مسعود هم که محصل تعلیم گیرنده مکتب محمدی بود، دست به دعا برداشت، گفت اللهم انی اسألک ایمانا، پروردگارا من از تو طلب میکنم ایمان. اللهم انی اسألک
خدایا از تو طلب میکنم ایمانا لا یرتد، ایمانی که نعوذ بالله یعنی دیگه پشیمانی نداشته باشه، بازگشت نداشته باشه، ارتداد نداشته باشه. و نعیما لا ینفد، پروردگارا من از تو طلب دارم، از تو تقاضا میکنم نعمتی را که فنا شونده نیست، نعمتی را که دائمی است. و مرافقت نبی که صلی الله علیه و سلم فی اعلی جنت الخلد، و رفاقت همنشینی حبیب محمد صلی الله علیه و سلم در بلندترین درجه و مکان جنت جاویدانی. الله اکبر. خدا کنه که همین جوانای ما امیدشو همین باشه، طلب تقاضاشو از پروردگار همین باشه، امیدشی نباشه که فلان ارتیست فلان رقاصه را بیارم در تویم تو بوده، بلکه آرزو کنه که پروردگارو من از تو طلب میکنم ایمانی را که ایمان ارتداد نداشته باشه. خدایا من از تو طلب میکنم نعمتی را که انتها نداره. پروردگارو من از تو طلب میکنم مرافقت همنشینی و صحبت حبیب محمد صلی الله علیه و سلم در بزرگترین مکان، در بلندترین درجه جنت جاویدانی. سبحان الله. خشوع به حال کسی که با ایمان از دنیا برد، با خدا قسم اگر گناه بنده از زمین تو آسمان باشه، اگر اهل ایمان باشه، آخه بنده که توبه کرد خدای تعالی گناه را میبخشد. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه خلیفه راشد ما از رسول گرامی صلی الله علیه و سلم روایت کرده است که حضرت گفت ما من عبد قال لا اله الا الله ثم موت على ذلك دخل الجنه الا دخل الجنه. هر بنده ای که با لا اله الا الله و محمد رسول الله دنیا را ترک میکنه، خدای تعالی او را داخل جنت میکنه. امام مسلم روایت میکند از حضرت عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنه که میگه رسول گرامی صلی الله علیه و سلم فرمود من شهد الله اله الا الله و ان محمدا رسول الله حرم الله علیه نار. کسی گواهی میده که شهادت میتم که نیست معبودی بر حق مگر الله ذوالجلال، و گواهی میتم که محمد صلی الله علیه و سلم پیامبری بر حق اوست، خدای تعالی آتش جهنم براش حرام میگردونه. چون که ایمان برده باشی زنده ای، چون که با ایمان روی پاینده ای. همه حضرت سفیان ثوری را قصه میکنن که کثیر البکا بوده است، زیاد گریه میکرده است. باره میگن یا ابو عبدالله علیک بالرجاء فان رحمت الله اعظم من ذنوبک. ای ابو عبدالله گفتن بر رحمت پروردگار امید، رحمت پروردگار همیشه از تمام گناه های تو زیادتر و بالاتر است. میگه به همون چشمای گریان دل بریان گفت او علی ذنوبی ابکی. هیچ جاهلا گفت شما گمان میکنید من برای گناهان گریه دارم؟ والله لو علمت انی اموت علی توحید لم ابالی بمثل الجبال این از ذنوب. قسم به الله گفت اگر من یقین بدانم که به همین توحید میبرم، به ایمان ای دنیا میرم، اگر مثل که را داشته باشم پروا نمیکنم، زیرا میدونم که پروردگار غفور و رحیم ای، پروردگاری که میگه سبقت رحمتی علی غضبی، همیشه رحمتم پیش غضب میروه. پروردگاری که وقتی فرد روز قیامت بنده های مجرم مؤمن های مجرمه که در دوزخ میسوزن طعنه‌شو میزنن، دوزخی ها کافرها که آخه ایمان تو هیچ فایده تو نکرد کو، ختیمت کنده دوزخ شدگی میسوزه، خدای بزرگ ناموسش جوش میزنه، ندا میکنه اخرج من کان فی قلبه مثقال ذره من الایمان. هر کسی در دلش اگر همیش ذره از ایمان باشه از دوزخ خارجش کنه. فیخرجون از دوزخ میگه میبرورشون، فیلقون فی نهر الحیات او الحیات، در نهری که نامش حیات یا حیا است میگه می اندازنشو از سر لو میشکوفن، بعدا میگه داخل جنت شو میکنن فیسمون الجهنمیین. ایو را اهل جنت میگن ایو همون جهنمیایی هستن که بر رحمت پروردگار از دوزخ برآورده شدن. این ایمان ابو میگه که چی درجه و منزلتی داره. برای باید همیشه دعا کنیم که خدایا از هدایت محروم نکن. همین که الحمدلله ما اهل ایمان. بعدا حضرت صلی الله علیه و سلم با ما و شما تاکید کرد. ببینید اصحاب گفته در شخصیت اصحاب با ما و شما تاکید کرد. گفت اذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس.
وقتی از خدای بزرگ طلب جنت میکنه همتونه بلند بگیره، بی‌غیرتی نکنه، فردوس طلب کنه. اگر میخواهی که مرا ببینه، اگر میخواهی که همنشین من باشه، از من همون طلب جنت داشته باشه، طلب فردوس. سبحان الله. این صحابی را ببینه اومد از که یا رسول الله خدای نکرده در یکو درجه پسترش بغلتم وای به حالم، جنت مرا به روی تو هم دوزخ است هم عدو، من سوختم زین رنگ بو کفر را ایوانی بقا. حضرت میگه در جوابش چیزی نگفت تا اینکه خداوند متعال صبح آیه قرآن براش نازل کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یطیع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین و حسن اولئک رفیقا. خدای بزرگ بشارت داد با صوبان سوخته دل، با تمام سوخته دلا، با تمام امتای محمد صلی الله علیه و سلم، با همون کسایی که میگن آیا حال ما چی بشیده باشه، آیا جمال حضرت هم دیده باشه، آیا از صحبت حضرت صلی الله علیه و سلم بهره‌ور میگشته باشیم. فرمود که این راه داره، کسی اطاعت خدا و پیغمبر کنه، کسی فرمان خدا و پیغمبر بره، کسی سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم زنده بداره. هیچ جای شک نیست بشارت الله ذوالجلال است که میگه رفیق این مرد پیغمبران میشوند، رفیقش صدیقان میشوند، رفیقش شهدا و صالحین میشوند. عجب رفیقای خوبی هستند ماشاءالله. در همین دنیا یک آدمی خوب قطعی بشینی وقتت خوش میشود که الحمدلله فلانی را زیارت کردم، ما قطعی 6 تا بودیم. اگه خوش به حال امتی که پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم قدرتش هم بشینی داشته باشم، هر روز ببینش. الله اکبر. برای همین همیشه مرافقت پیامبر صلی الله علیه و سلم در دعاها طلب کنید. مرافقت پیامبر صلی الله علیه و سلم با کی میسر میشود؟ با کسایی که سنت پیامبر از زنده میدارند. حضرت صلی الله علیه و سلم شخصایی را که میگفتن ما مرافقتی تر میخواهیم چی نکنیم، میگفت که کمک هم کنه با سجده زیاد، با زیاد سجده کردن، با زیاد عبادت کردن. ماشاءالله. این بسجودی بله. انشالله در محفل خیر، محفل سنتی شرکت داریم. خدا کنه که همین شعبچه‌های ما را وقتی که دعا میکنن از خدا همیشه طلبات عالی داشته باشن. وقتی که باز زوجه همراه میشوند قبل از خواب کردن دعایی را که رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای ما تعلیم داده است. بگذار که اگر لفظ عربی شم ندونه به همون توجیکی به همون فارسی بگه اللهم جنب شیطان و جنب شیطان مما رزقتنی. خدایا از شیطان دورم نگه بدار و شیطان ملعون از چیزی که برای من روزی گرداندی مثلا دور بدار، نگذار که فتنه بانگیزه. دعا که پروردگار رو شب و بخیر بگردان، فرزندای خوب صالح برام نصیب بگردان. اگه شب خداوند نصیب روزیت کرد الحمدلله که مقصد به وصال همدیگر رسیده، میره اخی غسل میکنی. برای مسلمان غسل فرضه. بعد که اومدی تنبلی نکنی، قطی زنک هردت در رکعت نماز بخونه، شکرگزاری پروردگار کنه. بعد نمازی که در دل شب ادا میشود در قسمت آخر شب دعا مستجابه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه این سریع ترین دعا است که پیش خدای تعالی اجابت میشود. از خداوند طلب فرزند کنه، طلب زندگی خوب و خوش کنه. ان شاء الله پروردگار به مرادات میرسه. سبحان الله. صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم عادتشو همین بود، همیشه از خدا طلب میکردن خدای فرزند صالح بده. الله اکبر. حضرت صلی الله علیه و سلم امت را ترغیب و تشویق کرده است. میگه رحم الله امرأ قام من اللیل فصلى و ایقظ امرأته. رحمت پروردگار بر مردی بود که شب وقتی که خیست طهارت میکنه یا غسل میکنه، نماز میخونه، بعدا زنش بیدار میکنه. الله. اگر هم عروسی دامتری تعلیم اناتش بعد که خچگری دیگه خلوبات با کلا نمیگیره. فاین ابت نزح فی وجهها الماء. اگر ما بودای عروس بگه که خیلی فراشیدم سرکشی کرد که نخیست، یک کاسه در آبی خنک کمی گیرم میاره در روش میشوشه. رحمت پروردگار میگه به همتری جوان مرد شیر بچه بود. بعدا حضرت گفت رحم الله امرأة قامت من اللیل
فصلت و ایقظت زوجها رحمت پروردگار بر زن بود که اونطوری شو میخیزه وضو میگیره نماز میخونه با شوهرش هم یا بیدار میکنه که شوهر بخیز ای رحمت پروردگار خطا محروم نکرد. اگر ما بودو سرکشی کرد گردن شخی کرد میگه یک کاسه آب میوره بود در روش میچوشه. الله این انشاءالله این بنده‌های الله هرگز خور نمیشوند. یقین است که خدای تعالی فرزندای خوب صالح براشون نصیب میگردونه. که انشاءالله عمر جان ما را عجب نام بزرگش موندیان. وقتی که پدر الحال قصه کرد که صفت حضرت عمر را شنیده است گفت که نام عمر کده. انشاءالله همون یقین است که صفت عمریش هم میکنه. حضرت عمر در خانه خندان بود. ایتنا بود که در خونه هم سیاست کنه که وقتی ایدر بروی بگم پید کندن. نه با همون سیاست که حضرت داشت که از نامش فارس رو میلرزید در خونه میگه چنان معامله و مناسبت داشت مثل رفیق با اهل خانه دانش. بچه‌هاش قصه میگیرن رنگ جوروها ما بود میگه. همین قدیم وقتی میشیش. انا مرد باید انا میخیل باشه. اما در مسئله عبادت پروردگار یگان خیل گذشت ترحم نیست. خیلی به فرع این روز نماز شد نخونه نعوذ بالله. فرمان خدا و پیغمبر ای همه بالاتره. یک چیز یقین بدونه زنک فراستش بلنده. زنک بزرگ با فراست میشود. همین کلمه فراست از ریشه فرس گرفته شده ای اسب دیده یکی چقدر زیرکه. همین سواره در بالوش که سوار شده میفهمه همین چی سواره چی غیرت داره تو کدوم درجه را جدی ای. الان مرد باید هم سواره باشه. مرد حقیقی باشه. مردی باشه که از ایمون بشورش زنک بفهمه که همین نصری نشسته نیسته. در اطاعت پروردگار همیشه مقصد که مستقیم باشه. اگر ما بودو کمبودی را دید در حال در جاش اصلاحش کنم. پروردگار با این خاندان یا دخترک صالحه را وارد بسازه. خداوند جمعی مراد و مقصود شعبچه و عروسشه و مهمانایی را که در این محفل خیر شرکت دارند برآورده خیر کنند. پروردگار را به خاطر احیای سنت بزرگ حبیب محمد صلی الله علیه و سلم فیض برکات و خیرات و حسنات خویش را هرگز از این منزل از این محفل از این دیار و از خاندان برادرای دست به دعا برداشتن من قطع نگردم. دیگر برادران با همین روزهای سعادت و خوشبختی روزی توی نکاحی فرزندان به خوشم برسونم. آمین.